خداوند روزی ده رهنما. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. صانع السماوات والارضین، بار الخلائق الاجمعین. تحسنت بالملك الحی الذی لا یموت، الذي بعد فلا یرى و قرب فشهد النجوى. خلق الخلائق بقدرته و نشر الضیاء برحمته. قراری نداشتم سخنی بگم، فقط گفتم چند کلمه، یعنی حالا انشالله که مجلس یاد بودی که تشکیل میدیم بتونم اونجا سخنی بگم. من نمیدونم که خداوند حکمتش چیست، ولی اینقدر یادم هست که وقتی دبیرستان و دبستان 3 دفعه 4 دفعه رفوزه میشدیم دیگه امتحانمون نمیکردن، بعدمون میکردن میرفت. من در هر امتحانش رفوزه شدم. خدا کنه که همسرم، عروس عزیزم که دختر منه، گل منه و پسرم، اینا در امتحانا قبول بشه. حضورتون رو عرض کنم امیر 35 بهار از زندگیش میگذشت. باید بگم که در این مدتی که اینجا بودیم 35 زمستان سرد و تاریک غربت رو تجربه کرد و آخرش هم به سائقه جور فلک وجودش آتش گرفت و ما رو تنها گذاشت، ما رو در داغی تنها گذاشت که فکر نمی کنیم هیچ وقت ما بتونیم فراموش کنیم. در همین حال یاد کسایی میفتم که تو این دنیای آشفته امروزی که سراسر جهان رو جنگ فرا گرفته، در غزه گرفته، در لبنان گرفته، در همه جا گل‌هایی هستن که پرپر میشن. در همین خارج بین ما مهاجرین و تبعیدیان پرپر میشن، تنها در غربت میمیرن و کسی نیست واقعا حتی تسلیتی بهشون بده. ما لااقل یعنی این نعمت، ببخشید درسته میتونم صحبت کنم، این نعمت بزرگی بود که دوستان و رفقا و منصوبین و یارانیشون شماها دارید که همه تون یاریمون دادید، چه در اینجا چه در مجلس خونه که لطف کردن. نمیتونم یک از همشون، یعنی از همه تشکر میکنم ولی نمیتونم اسم ببرم چون همه از این وحید عزیزم که واقعا مثل پسرم میمونه، آقا فرهاد، سامان، حالا میرسم نه اون که یه گروه دیگه، و بعد بچه‌هایی که تو تلویزیون ها کار میکنن، اون چه زحمت کشیدن، دوستانی که رو فیسبوک مطلب گذاشتن. و از همه مهمتر آقای فرهادی، آقای پیمایی، آقای مهندس رضایی، آقای برادران و واقعا کسانی که این همه زحمت کشیدن، ما رو تنها نگذاشتن، در کشیدن این بار سنگین به ما کمک کردن، سپاسگزاری میکنم. من نمیدونم هستن در تاریخ کسانی که این امتحانا رو پس دادن. من فقط خواستم یه شعر فقط از جناب حافظ بخونم. لابد اونا به اون درجه از عرفان و فضیلت رسیدن که میتونستن طاقت بیارن. سراسر دیوان خواجه رو بگردی 3 تا غزل در مورد فوت بچه‌ش هست. بچه 18 سالش از دست داده. یکی یارقان نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم اسمه چمنش. اون هم بچه‌ش از دست بود ولی یک شعرش رو انتخاب کردم، دیدم درد خود منه، درد علی، درد مادرش، درد نیوشاست، درد هممون. بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. توته ای را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد.
قرة العین من آن میره دل یادش باد که چه آسان میشد و کار مرا مشکل. قرة العین من آن میره دل یادش باد که چه آسان میشد و کار مرا مشکل. ساربان بار من افتاده خدا را مددی که امید کرمم همراه این محمل کرد. روی خاکی و نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروز طربخانه از این کهگل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ در لحد ماه کمانم روی من منزل کرد. نزدی شاه رخ و فوت شد ایام حافظ، چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. بازم از همتون سپاسگزارم، ممنونم. به همه انبیا و اولیا سوگند میدم خداوند رو که این بنده شد با بندگان خوبش مشهور کنه. بنده ای بود که اونهایی که میشناسن میشناختنش میدونن آزارش در زندگی هیچ کس نرسیده بود. در همین حتی اگه میخواست کسی رو ناراحت کنه باور میکنید صداشو بلند نمیکرد که ناراحتی صدایی بر بیاد. خدا انشالله همه شما رو نگه داره، بچه هاتون رو نگه داره و باز هم سپاسگزارم و باز عرض میکنم فاتحه. همه السلام. اللهم صل علی محمد. Okay.